مقامات تاجیکستان میگویند در رزمایش‌های مشترک نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی که روز 10 نوامبر در تاجیکستان شروع می شود، روسیه سیستم پیشرفته موشکی اسکندر را آزمایش میکند. در وزارت دفاع تاجیکستان روز 9 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که سنجش کامل سیستم اسکندر ام در دور نهایی رزمایش‌ها صورت میگیرد. روسیه بار اول سیستم موشکی اسکندر ام را بیرون از قلمرو خود ماه ایول در تاجیکستان استفاده برد. موشک اسکندر ام از رزمایشگاه لاهور پرتاب شده در 140 کیلومتری هدف را در حرب میدان محو کرد. رزمایش نیروهای کشورهای عضو در 3 مرحله صورت میگیرد و در تمرین نظامی بیش از 5000 سرباز و دیگر نظامیان شرکت میکنند. در رزمایش سربازان شیوه های مبارزه مشترک با تروریستان در شرایط کوهستان را تمرین میکردند و سطح آمادگی نیروهای کشورهای عضو در واکنش فوری به مناقشه احتمالی را میسنجیدند. رزمایش نیروهای نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در مشقگاه نظامی حرب میدان در ولایت ختلان صورت میگیرد. با گفته وزارت دفاع در این روزها مشق‌های بیاتلونی تاکتیکی در مشقگاه حربی سنبله، لاهور، حامیان و منطقه‌های نزد سرحدی حلقیار و جیرلی با جلب جزء تام‌های قوه‌های مسلحه تاجیکستان و حوزه مرکزی حربی روسیه پیش بینی شده است. وزارت میگوید در رزمایش‌ها سربازان کشورهای عضو ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و روسیه شرکت میکنند و اسلحه و مهمات خود را با هواپیما به تاجیکستان میآورند. پرواز چرخبال‌ها در جنوب تاجیکستان بعضی از ساکنان را که از برگزاری رزمایش‌ها آگاهی ندارند نگران کرده است. یکی از ساکنان ناحیه خراسان به ما ویدئویی را فرستاد که پرواز چرخبال‌ها را نشان می‌دهد. او گفت سبب پرواز چرخبال‌های زیاد در منطقه را نمی‌داند و از این سبب نگران شده است.